شدن بود، هیچ کدوم از اینا نبود. علت اصلی که وای بخیر این چه سوتی بود دادی بخیر. قرار بود جانشین بوفون باشی تو مرد. چه گل مفتی خوردیم بچه ها. کاتبک بود ولی واقعا میشد گرفتش. این چی بود؟ حالا اشکال نداره 4 تا گل زدیم ولی اولین شوتی که سمت دروازش میاد نباید این اصلا انگار داشت مرغ میگرفت. عصبانیت گواردیولا رو هم میبینیم. منم بودم عصبانی میشدم اولین شوت سمت دروازه بود اینجوری شدن بود، هیچ کدوم از اینا نبود. علت اصلی که وای بخیر این چه سوتی بود دادی بخیر. قرار بود جانشین بوفون باشی تو مرد. چه گل مفتی خوردیم بچه ها. کاتبک بود ولی واقعا میشد گرفتش. این چی بود؟ حالا اشکال نداره 4 تا گل زدیم ولی اولین شوتی که سمت دروازش میاد نباید این اصلا انگار داشت مرغ میگرفت. عصبانیت گواردیولا رو هم میبینیم. منم بودم عصبانی میشدم اولین شوت سمت دروازه بود اینجوری شد.